درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 16 مارت. در پایتخت امروز یک ماشین سبوکرو ترکید و خوشبختانه در این فلاکت کسی آسیب ندیده است. نام فعالیتون چه شما؟ شریف بهادر. کی شد این حادثه؟ یک 20 minut پیش اومدیم، یک کشتی ماشین در اومدیم، اومدیم در سبب چه نمیدونیم چی. حادثه در خیابان عینی و در نزد ریاست امور داخلی دوشنبه صورت گرفت و مقامات انتظامی گفتند تحقیق حادثه را شروع کردند. در روسیه طرحی قانونی را برای بررسی پیشنهاد کردند که بر اساس آن به خارجیانی که سوغورتای طبی ندارند اجازت ورود به روسیه داده نمی شود. وزارت تندرستی روسیه روز 15 مارت طرح نوی قانون درباره رو و آب قلمرو کشور را نشر کرد که در آن آمده است هر خارجی از جمله مهاجرانی که به روسیه می آیند باید سوغورتای حتمی طبی داشته باشند که در قلمرو روسیه قبول شود. متخصصان می گویند قانون مشکلاتی زیاد دارد. پیش از همه سوال این است که خواهشمندان سفر به روسیه این سوغورتای طبی را باید از کجا بگیرند؟ اگر از شرکت‌های سوغورته در کشورهای خود، پس باید وزارت‌های تندرستی هر کدام این کشورها با روسیه سازشنامه همکاری داشته باشند که زمینه قانونی استفاده سوغورتای آن کشورها در روسیه را فراهم بیارند. سوغورتای حتمی یک ماه برای خواهشمند سفر به روسیه کمش 10,000 روبل یا حدود $145 را تشکیل می‌دهد. معلوم نیست طرح قانون کی در پارلمان روسیه بررسی می شود، ولی در صورت قبولش خرج مهاجران کاری تاجیک زیادتر می شود. مقامات انتظامی دوشنبه یک جوان تاجیک را برای آویختن پرچم سیاه گروه دولتی اسلامی در پایتخت به دادگاه کشیدند. دادستانی ناحیه سینا دوران قربانوف را به دعوت عمومی برای تغییر دادن حکومت قانونی در تاجیکستان متهم می‌کند. با گفته مفتشان دوران قربانوف ماه اوگوست سال گذشته در محله 103 پایتخت در پل بالای نهر حصار پرچم سیاه مانند به پرچم گروه دولتی اسلامی را آویخته است، ولی خواهرش سیاحت قربانوف روز 16 مارت به رادیو آزادی گفت برادرش که ماه نوامبر دستگیر شد بیگناه است و زیر فشار ماموران امنیتی چنین اتهام سنگین را اعتراف کرده است. مقامات ناحیه کۆلاب دهها تاجر و صاحبکار را برای فروختن محصولات غیر استانداردی و به صفت جریمه کردند. در اداره ناظرات سودای کۆلاب به رادیو آزادی گفتند اساساً آنهایی را جریمه بستند که مواد غذایی مهلت استعمالش سپری شده را می فروختند. در تاجیکستان برای فروختن این گونه محصولات زیان‌آور برای صحت انسان جریمه تعیین شده است و گناهکاران را بعضاً از حق فروش هم محروم می کنند. شعبه ناظرات سودای منطقه کۆلоб با 19 صاحبکاران امریه منع فروش با 16 صاحبکار امریه اصلاحات اینچنین با 36 صاحبکاران ҷаримаи маъмурӣ ба маблағи 8400 сомонӣ таъин карда шуд. Инчунин маҳсулотҳое ки ба ташхисгоҳи раёсати стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои минтақаи кӯлоб равона карда шудааст. Инҳо ба тариқи сӯзонидан, рехтан ва зери хок кардан несту нобуд карда шуданд. مقامات میگویند تاجران بسیار وقت با استفاده از بی‌پروایی مشتریان به آنها محصولات ویران و غیر قابل استعمال می‌فروشند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.